درود عزیزان، برای تعویض پنل صوتی به تصویری مدرسه اومدیم و همینجور که مشاهده میکنید از نوع الکتروپک صوتی است که سیما رو بررسی میکنیم و این یه سری الزامات و نکاتی داره که باید حتما قبل از نصب رعایت بکنید، به خصوص سیمبندی ها و از سیمای قدیم تا اونجا که میتونید از سیمای قدیمی اجتناب بکنید و سیمای جدید رو جایگزین بکنید و برق و سیم قفل و ترانس و سایر سیم ها رو با توجه به اینکه نکات ایمنی باید رعایت بکنید و این مدرسه آموزشگاه و بچهای پستال سر کار دارن، خیلی باید با احتیاط و مناسب جایگذاری بشه. بعد از اینکه آیفون جدا میکنیم میبینیم که جاش هم مناسب نیست، به خاطر همین که بیشترین دید رو داشته باشیم باید جای آیفون رو تغییر بدیم و سیم ها رو شماره گذاری میکنیم و سیم های معیوب رو از مدار خارج میکنیم و پنل جدید رو جایگزین میکنیم. پنل جدید که جایگزین میکنیم باید تمام سیم های قفل همونجور که عرض کردم خدمتتون جابجا بشه و مانیتور و گوشی رو که قرار دادیم سیما رو متناظر به هم وصل میکنیم، تست میکنیم و اینم تحویل مشتریه که نتیجه کار میبینیم.